سلام، حالا احوالتون خوبه؟ بنده موشکاف دیشب یه نیمچه گزارشی از رگبار مشت و لگد کوسه و شیخ فری به پک و پهلوی عظما خدمتتون ارائه کردم. شیخ فری سالگرد بیرون پریدنش از صندوق رأی و رو هوا زد و خالی بندی های اقتصادی رو گره زد به مذاکرات و رفع تحریم. این تیکه رو جهت یادآوری یه بار دیگه مرور کنید. من قبلا هم گفته بودم در اول سال که مهمترین کار دولت امسال خروج از رکود هست. این مهمترین کار ما هست. در سیاست خارجی طبق برنامه حرکت کردیم. شرایط ما امروز شرایطی هست که ما از تحریم به حول و قوه الهی همونطور که از رکود در حال خروج هستیم یا خارج شدیم، از تحریم هم در حال خروج هستیم و این کار رو خواهیم کرد انشاءالله. از اون طرف کوسم یکی در میون سرشو از آب بیرون میداد و یک گازی از جسم ناقص ولایت میگرفت تا اینکه آخر هفته شد و نوبت به علی گدا رسید. ولی فقیه زبار در رفته دست کرد تو خورجینش و هی هم زد آخر متاع درست درمونتری از بوزقلمون عمامدار نظام پیدا نکرد. صدیقی اومد تو جمعه بازار تا اینجوری دق و دلی آقاشو سر کوسه و شیخ فری خالی کنه. 1 سال از عمر دولت 11 گذشت. 1 سال یعنی 1/4 یک دوره است و سفارشاتی که مقام معظم رهبری اکیداً و مکرراً فرمودند و وعده هایی که دولت محترم به مردم در دوره انتخابات داده است، در طول این 1 سال ما همچنان چشم به راهیم. بله، منظورش اینه که حسن فرفره فیگور الکی نیا، ال کردیم و بل کردیم همه حرفه، دوغم کف دست نظام نذاشتی. این اقتصاد مقاومتی که دارویی است برای تأمین رفاه مردم و پیشگیری و مقاوم سازی در برابر بحران‌های اقتصادی دنیاست که بعض کشورهای دیگر هم به فکر افتادند، کی بناست محقق بشه، تا کی وعده داده بشود ولی در عمل ما نبینیم که مردم در ارزانی به سر میبرند. بفرما. اینم از جفتک ولایت به رئیس جمهور نظام، یعنی خروج از رکود و خروج از تحریم حلوای نسیه است. بدبختی عظما اینه که این همه زهر خورده اما سرکه نقدم نصیبش نشده. خب داره دیر میشه دیگه، وقتی نمونده آخه. من فکر میکنم دارد دیر میشود. توقع ما از دولت محترم این است که به داد مردم برسند و برای آینده کشور اقتصاد مقاومتی رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن. این لگد پرونی‌های دو جانبه نشون میده که ولی فقیه با وجود اینکه نرمش ذلیلانه رو سرلوحه کار خودش قرار داده بود، اما از ترس اینکه مبادا رقیب قالی رو از زیرش بکشه فعلا تو شیش و بش خوردن باقی جام زهراست. کار از کار گذشته علی گدا، از هر طرف بری باز میخوری به خنس. از اونجایی که در زهرخوری حاجت هیچ استخاره نیست، پس علل حساب زهرتو بخور.